که دیدید رقص سنتی قوم مائوری مردم نیوزلنده که به هاکا معروفه. اعضای گروه با حرکت سریع اعضای بدن و با فریاد کلمات مخصوصی رو ادا می‌کنن. در گذشته این رقص قبل از نبرد به عنوان قدرت نمایی و رجزخوانی انجام می‌شد. اما الان این رقص رو برای استقبال از مهموناشون، مسابقات ورزشی و یا مراسم عروسی به صورت گروهی اجرا می‌کنن. دست و پاها، چشمها، زبان و صدا همه با هم ترکیب میشن تا پیامی تأثیرگذار رو به مخاطب منتقل کنن. مائوری ها از تبار پولینزی ها هستند که در سالهای 1250 تا 1300 از جزایر گرمسیری اقیانوس آرام به دنبال غذا و مکان جدید برای سکونت به سمت جزایر معتدل نیوزلند امروزی کوچ کردند و تمدن مائوری به معنای بومی یا محلی رو به وجود آوردند. طبق شواهد تاریخی مشخص شده که اولین مهاجرا از نژاد تایوانی بودند که حدود 5200 سال پیش از شرق آسیا از طریق اندونزی به این مناطق مهاجرت کردند. هاکا یکی از آداب و رسوم بسیار مهمه که عملکرد ضعیف در اجرای اون میتونه به شدت شهرت یک قبیله رو تحت تأثیر قرار بده. رهبر هاکا در سخنان ابتدایی قبل از اجرای گروه بهشون یادآوری میکنه که هاکا رو با قدرت و نیروی زیاد اجرا کنن. یکی از انواع اصلی هاکا کاماته هستش که بعد از فرار رهبر قبیله شمالی از دست دشمنا به عنوان جشن پیروزی زندگی بر مرگ با گروهی سیاه پوش اجرا میشه. نوع دیگه هاکا کاپا او پانگوه که ساختار چند فرهنگی مردم نیوزلند رو به تصویر میکشه. این نوع هاکا برتری مردم مائوری رو گوشزد میکنه و در آخر اجرا تصویری از بریدن گردن وجود داره. زبان مائوری زبان رسمی مردم نیوزلند در کنار زبان انگلیسیه. مائوری ها در سال 1840 معاهده‌ای با بریتانیا امضا کردند که بر اساس اون حاکمیت بریتانیا رو به رسمیت شناختن. ولی قرار بود حقوق اونها بر زمین و منابع حفظ بشه. اما هنوز هم سر این معاهده با هم اختلاف دارن. سلام کردن در بین مردم مائوری آداب خاصی داره که بهش هونگی میگن. 2 نفر مقابل هم وای میستن و بینی و پیشونی رو به هم فشار میدن و در نهایت با هم دست میدن. دین اکثریت مردم مائوری مسیحیته، اما تعداد محدودی هم دین خاصی ندارن.
اقتصاد اونا ترکیبی از فعالیت‌های سنتی و مدرن امروزیه، مثل ماهیگیری، گردشگری، صنایع دستی. از معروفترین صنایع دستیشون بافتنی، حکاکی روی چوب، خالکوبی‌های سنتی یا جواهرات ساخته شده از مواد طبیعیه. مردم این منطقه خالکوبی‌های خاصی روی بدن و صورت، به خصوص روی چونه‌هاشون انجام میدن. جالبه بدونید صنعت مد در نیوزلند رواج داره و طراحان مد نیوزلندی در سراسر دنیا شناخته شدن. همینطور مکانی برای فیلمسازای بزرگه. معروفترین فیلم هایی که تو نیوزلند ساخته شده، ارباب حلقه ها و فیلم معروف آواتاره. از غذاهای سنتی مائوری میشه از هانگی نام برد. محتواش سبزیجاتی مثل سیب زمینی به همراه گوشت حیواناته. این غذا توی گودال روی سنگ‌های داغ پخته میشه و طعمی دودی داره. ورزش ملی کشور نیوزلند راگبی و کریکته. برای اولین بار در سال 1903 توی مسابقه رسمی رقص هاکا توسط تیم ملی راگبی اجرا شد. ما در این ویدیو سعی کردیم قوم مائوری رو به شما بینندگان عزیز هرچند مختصر معرفی کنیم. علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ این قوم برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به لینک هایی که تو دیسکریپشن قرار میدم مراجعه کنن. ممنون میشم که نظرات و پیشنهاداتتون رو برام در بخش کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، روز و شبتون خوش.